برادرای عزیز امروز خودم گاوچرانی اومدم ایرا فربه میکنم توی یگان پتیش شده رویش میکنم اینا میما پدرکه اوچوی همیام خیلی هم برادرایی که بقا پروری میکنن السلام علیکم اکاجونای ما برای آسان کردن کار شما ما برای شما کارتای تینکوف بلک توصیه میتم اصیل که زیر ویدیو بدگی یک تاینم خیلی کارتای تینکوف زکات میکنیم با خیلی کی دیزاینی که معقول تونای بالوبا جو شهر اسیرا به پول میورن میرسونن تو پول روی کردن با تاجیکستان ازبکستان قرقیزستان بینمی کارتا گرن یوسونای شما میتونین که با این کارتا توسط برنامه با رقم تلفن با تاجیکستان ازبکستان قرقیزستان به کمیسیا پول روی کنین بعد همون پول روی کاگی تو شما میبینین که با تاجیکی چند سومون میشوه برنامه بانک و بانکمات‌های تینکوف با زبان تاجیکی، ازبکی، قرغیزی کار میکنن. برادرایی که زبان روسی را نمیدونین، داینامی رقم‌های روی اکرامدگی زنگ میزنه، شما را با زبان مادریتون میفهمونن. اکاجانای ما، دستگیری شما پیشروی ما، اگر که شما بخواین که چاترلت کوین نو، کلیپ‌های نو با نام ما ببرویا اصیل که نیم پایانی ویدیو بدگی یک تاینم خیلی کارتای تینکوف زکات کنین با خیلی دیزاینی که معقول تونه با لوبای جای شهر اسیرا به پول میارن میرسونن تو برادرای عزیز امروز خودم گاوچرانی اومدم گاوا در دیرش پر زدم اینو شیر بیچو میکن شیردیل هم آوردیم کم کم دهخانی دست هم خش میکنیم بیا خری زمین ها را دیده این خر دوستای عزیز یازی پیرمچه دا فقط گوسفنده و بخواه قریب یک ماه پا گیزه گوه دا عدیر بودن همه جا می جوشیدن شون همش همه جا می جوشیدن اکه می بریم شون خنه کشید و دمایی که گوه مال نگاه میکنم میدونن که اوچه سهرا شک ریختسته زمین هم کشید گوه کسل میشون مایده این عیده همه گیریم شون پیرمچه می بریم شون یاریس شب و یاریسی دیگه سلام علیکم برادرای عزیز مخلصای مهربان یک چند قپش گفته بودیم که بقباندی را بقپویی را سر میکنیم کم اکک دیر کردیم بچه خاطره که ساختمانمان دیرتر تیار شد باید سفر را داشتیم انشالله که اینا بسم الله کردیم نو دو بقب هستیم امی یک هفته ده حرکت میکنیم که تمام اغلا بقا را بندیم و فر بکنیم و با فروش بروریم این برنامه دیگه برنامه در چی فرق میکنه برادرای است که یک ده خبرها دارم برای شما برای آدمایی که مال و گاو در ذوق دارن یک ده پیشنهاد دارم اگر که شما مخول کنین برادرایی که بقا پروری میکنن بقا را پرورش میکنن میخوان که بدونن که چه باید چند قای کنجوره بتی چه خیلی چند روزه و چند مدت فر بکنی نصیب باشه همین آقل که پا گیزه بقا همش آوردم سرجم کردم یا برنامه خوب میکنم در برای خوراکاشون انشالله که برای شما یک برنامه خوب میکنیم میریم پیش گوسفندو دوستای عزیز امیجا 16 سر برای همش مدان یورا نو ایلاق آوردم اجای گوسفندام یا نو مختشون کیسیم کم کم جاو سندریسیم که فربیتر سندی یو اولو خواه مخته نیستن نگاه میگریزن ایودم کوب شده گشتگی در خونه حیرون شدگی هم برادرای عزیز اینجا 16 سر برای مودان ای گوسفندای خمای گفته او گپا ای دهخانی خدمت کدام اگر مثال گوسفند کدنی باشه یا زوتاشون هم زوتای ایساری خمانه بسیار خوبن بیاین اوچوشون هم اونجا اکه اوچو یا نیستن اوچو یا همش دکه هن همشون هم خیلی هن اوچوشون
گوسفندای کلان میشه. یکم کس اگر زخمم باشه که میخرم مال میکنم یا را میفروشم. انا وجدا قشقربرا هم بود. قشقربرا خیلی اورا نمیفروشم. اورا هم دیچه برای خدمت میمونم میسته. 4 تا دیگه هم کدام برادرایی که مثلا شرایط ندارن تا مدت پدرکشون میکنم. دوستای عزیزی من نه اورا جاو دادستم. یا هم قشقربران دیچه خدم دمیمونم میسته. 4 تا دیگه شا توفا میکنیم برای اگم برادرای پادپیچیکا مخلصایی که خیلی شرایط ندارن میگیرن شونه کلانش میکنن یا میکشن میخرن اختیار داخل چونم 4 کسی که شرایط ندارن بیان بگیره براشونه اوش شوه. دوستای عزیز این ایا باشن گوسفندای مدای کلان یا همشون اونجا باردار شدگن نصیب باشه ای ماهای فیورال زایدن سر میکنن. اوچای همیا هم خیلی هم اوچای نمی 16 سر موده هم که رنگی نمیا گوسفندای کلان میشون. های کدامه که ذوق داره نمره را میمونم زنگ بزنین بیاین اینمی 16 طرف فقط میفروشم یاش میستن. های با کدامه که مثلا بقا داره بیاره بقا میخریم یا گوسفند بیتیمشون هم باید بقا بتن برای که کمتر بقا را بسیارتر کنن در کره. برادرای ده که گاوای جوشای سمنتال یا چورنا پیاز شوید یا بچه هاشون غنجینای مایده کدام نموده که در کارتون که باشه حاضرش ده فروشی داریم. نمره من در مراجعت کنید انشالله که به نرخ دسترس میفروشیم.